Власти КНР аннексировали 1500 квадратных километров. Горно-Бадахшанскую автономную область правительство Таджикистана передало соседям в счет оплаты внешнего долга. Эта территория изначально считалась спорной. Жители Бадахшана не всегда подчинялись решениям Душанбе. Теперь по договоренностям двух стран этнические таджики должны покинуть территорию. Для Пекина это ценное приобретение, так как в Бадахшане большие месторождения драгоценных камней, урана и минералов. Вслед за китайскими военными в область прибыли и геологи. اما رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محیدین کبیری آن را خیانت نامیده گفته بود این یک عملیاتی پنهان غیر کانستیتوسیونی و خیانتکارانه بود که امام علی رحمان خودش انجام داد و ملت تاجیک تنها در لحظه اخیر از آن آگاه شد که دیگر کار از دستی کسی نمی آمد. بله واقعا درست گفته بود استاد. حالا به نظر می رسد که علت پنهانکاریش همین باشد. مردم را در برابر عمل اجرا شده قرار می دهد. بخصوص وقت رسانه ها و مطبوعات قرقیزستان و طور مرموز این مسئله را بازتاب نمی دهد. شبها در مورد آن که رحمانوف این خطه را مورد معامله قرار داده است. من در پایان این نوشته به اصلاح ارسال نمودم یک سر را برایتان باز میکنم. من کارگر حکومتی محلیم. شما بارها با نام و فامیلیم مرا در برنامه هایتان و مخصوصا برنامه های نامه ها از ناحیه ها تنقید کرده اید. بگذار مرا باز هم انتقاد کنید برای آنکه به ابله و کمک میکنم، برای آنکه مسجد و مسجد روها را اذیت میکنم، برای آنکه از مردم برای هر عید و مراسم و تشریف جناب و دیگرش برای آبونه، برای سربازخری پول جمع میکنم. حق دارید که مرا گویید، اما مطمئن باشید که من نه و جای من دیگر کس هم بود این کارها را میکرد. اگر نکنن حالا وی را مقابل سیاست پیشوای ملت طرفدار مخالف ها گفته زندانی میکنن. بهترین است که اصلا با اینها نزدیکی نکنید و همکار نشوید. حالا من راه بازگشت کافته ایستادم که از این توده نامردی فکر و ذکرشان فقط پول چگونه جدا شوم و فرار نمایم. اما در مورد صحبت های این همکار قرقیزم که گفت تا رهایتان را دادند و شما اکنون زیر حمایت قرقیزستان قرار میگیرید، فکر میکنم و بدنم به سوزش در آمده است. انا برای چی در هیئت کمیسیه های مرزی از مقامات محلی کسی را شامل نکردند و انا برای چی تصمیمی اسناد و سازش ها پنهانی و دور از چشم جامعه نگاه داشته می شود. این قرقیزی همکارم گفت که با مجرد اعلان خط مرزی علامت و نشانه گذاری در آن قسمت ها تحت حمایت سرباز و ارتش هر دو جانب صورت می گیرد و امکان و مجال برای اعتراض باقی گذاشته نمی شود. شاید این حکومت 10 سال یا 5 سال یا سال دیگر از بین برود، دقیق است که می رود، اما رحمانوف هیچ می اندیشیده باشد که مگر می شود برای منفعت موقتی خاک و مرز کشور را به سودا زد، حتی اگر درآمدی این از مرز میلیونی باشد. اما پول است، همگی پول است، آخر صرف و تمام می شود. ولی مگر خاک و زمین را می شود پس گرفت؟ زمین و خاک وطن مادر است، می شود که مادر را مایه و مالی معامله قرار داد. این خاک وطن که مشت بیز است، مفروش که مادری عزیز است، مفروش زمین که خار گردی، بے روزی و بے قرار گردی. بله بینندگان گرامی، واقعا هم خیلی مسئله حساس و خیلی مسئله نازک است. خدا کند که در این مسئله و حل آن ملت و مردم تاجیک آگاهی سیاسی و چنان رحمانوف میگوید زیرکی سیاسی خود را ملت از دست ندهد. بله با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.